این توی خانم جان خوب هستید؟ نه خوب نیستم. خانم من کردور نمیشوم اما به فکر من باری آخر با جناب گپ زنید. ها؟ جناب شما رو خیلی زیاد دوست می‌دارد. او شما رو نمی‌رنجاند. به زودی از عائلتون دست نکشید. راست میگویی. راست. باید به خوبی گپ زنم. مرد از زنش دست نمی‌کشد. او مرا ترک نمی‌کند. دستت رو دراز کن. این رو برای تو گرفتم. این دستمونه خیلی گران است. برای تو هدیه میکنم چون که تو هم برایم گرانی. من چیزهای گران رو نمیخواهم. التماس ماند روم. هر روز یک واقعه، یک درد. دیگر طاقتم تاق شد. اهل عائله هم مردن. دیگر کسی نماند. حالا خانم آسیه از من نفرت دارد. خواهش میکنم مانید آخر من روم. آسیه تا وقتی من هستم کسی به تو ضرر نمیرساند. من دیگر عائلت به شمار میروم. این رو باید قبول کنی. آسیه هم مجبور است این را قبول کند. یک جای زندگی میکنی. هیچگاه با این دختر در یک خانه زندگی نمیکنم. من بسیار مانده شدم. مایلش آسیه من میروم. تو کمی استراحت کن. قواقت را کشا. گریه را بس کن و از این میوه ها بخور. کودک باید ویتامین گیرد. تو چه انسان هستی ها؟ آخر او کودکی تو هم هست. چه در او را میفروشی؟
даматро гир. به این هم یک فرزند دارم. دیگرش را نمیخواهم. مادرش درد سرم کرد و رفت. آخر ما فقیریم. چیکار این کودک را پرورش میکنیم ها؟ خودت شنیدی کو نبیره هم میشود گفت. خرسندی کن. مثل گل پرورش میکنم. کسی مثل مادر کودک رو پرورش کرده نمیتواند. گفتم مرا ملا فرستاد. این را گرفته نیست کن. دختری جناب بوده است. بس سرمون باز یگان بلا نخریم. خودت میدونی که ما با کمک آقای بشر کار میکنیم. بر ضد او برآمده نمیتوانیم. و دیگر همسایه‌ها نیز خبر دهید درباره این دختر هر چی داشته باشند نیز کنند. مرا فهمیدی؟ مایلش. این رو بینه؟ ای وای. نخواد دختری آقای بشر همین باشد؟ این مهرو است. کودکی مرا او نگاه بین میکند. مهرو کلانش میکند. ها؟ البته او کلانش میکند. دختری آقای بشر است. پشت و پناه خوب دارد. خواطر نشو. مایلش. من رفته این را نیست کنم؟ گوش کن. من رفته زود می آیم. تا آمدنی من اینجا باش. انا بعد یک جا می رویم. به هیچ کس اجازت نمیدهم. به هیچ کس. جناب، این را خانم آسیا برای شما گذاشته است. من دیگر در حیات تو نیستم بشر. من مردم. آسیای در این رزم خوشبخت را کشت. از آن خوشبختی اثری نموده است. همش را نیست کرد. با آسیا در یک خانه زندگی کرده نمیتوانم. من تو را با کسی تقسیم کرده نمیخواهم. خوشبختی تو را با آسیا خواهم. رفته هم تیرا جهزن. زودتر. باید تو رو ببینم آسیا. ساعت 3 به باغ بیا. تو رو انتظار میشم. بسیار مهم است. میایم کریم. هرچی نباشد میایم. گوش کنید. خانم آسیا از خانه گریخته است. حاضر زود پراکنده شده او را یابید. فهمو؟ کجا گریخته است اکا؟ بخیر است. کار چی ابله؟ از تو باید میپرسید. کار تو این نیست. زود رفته او را یاب. تمام خانه های دیه را تگرو کنید. تو نیابید نیایید. خوب شده است اکا. تو با من بیا چینگیز. خوب شده است حمدی جان. اکا جانم. اکای حمدی جانم. این زن در کجاست؟ در کجاست؟ جواب این کارت را میدهی؟ حتما جوابش را میدهی. янга, агар туро қабул кунам, акам ба рӯям дигар нигоҳ намекунад. охир мо ба никоҳи карим меравем. ҳозир акам меояд. илтимос ба хонаатон баргардед. карим он духтарро мегирад? бале янга, гуфтам ку ба никоҳ меравем.
من تنها خوشبختی کریم رو میخواهم، اما تو این رو رسانده نمیتوانی. اگر گویی هم برایش هیچ معنایی ندارد. عرفان گردن بندم در کجاست؟ در جوانی کبوت است اکا. مایلش عرفان، من تو رو در حالت ناگوار گذاشته نمیخوام. یگان راهش رو مییابم. ایستو ینگا ایستو. در پایان خانه من در نزد بینای زرد یک حولیچه است. از آن خانه صالحه است. سلام مرا رسان. او مرا میشناسد. بعضا کمکش میکنم. او یک مدت را مهمانداری میکند. مایلش بعد یگان علاجش را مییابیم ینگا. در همه مشکل ها در برم هستی عرفان. خدا از تو راضی باشد. چه خیل است؟ به تو معقول شد؟ مهرو حالا این چی لازم بود؟ البته لازم است کریم. امروز آیله دور می شویم. بهترین روز. لباس های تو هم آماده است. بیا بپوش. من میبینم. نازنین؟ در اینجا چیکار میکنی؟ من کودکم رو خودم کلون کردن میخواهم. التماس او رو از من نگیرید. با پدرت گپ زن از این کار دست کشد. التماس مورو، التماس این کار رو به من روا نبی. داماد رو گیر. مهرو کی آمده است؟ من حل میکنم. زود از اینجا رو. مهرو گوش کن. اگر مشکلیت در پول باشد من بیشتر میدهم. حالا از اینجا رو. نه با من پول لازم نیست. با من کودکم لازم است. التماس التجا میکنم. مهرو کی بوده است؟ مرو نمیشنوی؟ کی بوده است؟ هیچ کسی نیست. من گل سپارش داده بودم. همان رو آوردند. کریم تو حالا هم تیار نشده ای؟ دیر میکنیم. زود باش آخیر. من هم میگفتم که چیزی نمیرسد. گل ها؟ با تو میگویم دف شو از اینجا. مگر شوهرت میدوند که کودک رو میخری؟ با او گپ میزنم. مهرو دف شو. نازنین دف شو. نازنین دف شو گفتم. در اینجا چیکار میکنی؟ کنی فرید رفتیم از اینجا بردف کن. فرید فرزندی من فروشی نیست. راه گرد گفتم. تنها کلون کردن میتوانم. فرید التجا میکنم. فرید این کارو نکن. جانم خیلی زیبیده است. با من سخنهای ناخوش نگو. اینها چیستند؟ گلهای سپارش دادم. تلفنم رو ندیدی؟ در آنجاست. پدرم زنگ زدن.
لابای پدر. پسرم کجا شده؟ یخ کردیم آخه. چرا پدر؟ تالار خنک است. گویا تو خنوکی اینجا را نمیدونسته باشی. شما در باغید؟ مالش پدر میاییم. چرا آنها در باغند؟ چرا به تالار نکاح دعوتشان نکردی؟ کریم، از کودکی آرزوی در آنجا نکاح کردن را داشتم. چی شده است؟ مایلش، تو را مجبوری به میز نکاح نمیشنونم. اگر نخواهی گپ زن، از این کار دست میکشیم. مایلش، آرزوی من عملی نشد. اقلا آرزوی تو عملی شود. این رو برای من کرده است. کریم، خوش آمدید. سردارم، خوش آمدید. اگر اجازت باشد سر کنیم. استید من گل رو فراموش کردم. حاضر ما رفتم میارم. نه خودم میارم. چه که میبینی؟ کریم تو رو فراموش کرده است. او همراه من خوشبخت است. تو نیز اکنون او رو فراموش کن. کاش زحمت کشیده تو به اینجا نمی اومدی. اگر ذره ننگ و ناموس داشته باشی ما رو به حالمون میگذاری. همه این کار رو تو کردی؟ آن پیامک رو تو فرستادی؟ این اکنون اهمیتی ندارد. کریم شوهری من است، پدری فرزندی من.
او ما رو انتخاب کرد آسیا. اگر باری دیگر به حیات ما دخالت کنی تو را نیست و نابود میکنم آسیا. مرا فهمیدی؟ نیست میکنم. چیکار کردید؟ او را یافته؟ نه اکای حمدی هیچ کس او را ندیده است. هوا خیلی سرد است. به اونا نگرید. شتاب در این هوای سرد در بیرون نشستند. حالا یک چیز پرسم، همسر آقای بشر خانم آسیه را ندیدید؟ در کجا بودن همسری او را من از کجا دانم؟ ما پاسبانی او نیستیم. نخندید. توبه توبه. باری دیگر او را میکوبیم. هر کسی یافت به دیگران خبر میدهد. چنگیز بیا خودمون به نزد عرفان میرویم. شاید او دیده است. باز چای ریخت صلیحه. هیچ گپ نی اپای اومینا. این رو گرفته پاک کنید. ایستید. من به شما از نو چای ریزم. ایستید اپا من میریزم. تشکری زیاد دخترم. کنی به من گوی چرا از خانه‌ات گریخته آمدی؟ چرا همسرت رو پرتفته آمدی دخترم؟ چی شد؟ از بالایم زنی دویم گرفت. من هم طاقت کرده نتوانستم. ایستاده نتوانستم. آدم برای همین خانه و درش را پرتفته گریخته می آید دخترم. چی باید نمی گریختم؟ البته نمی گریختی. به ما نگر. شوهر رحمتی هم وقتی صالحه رو به خانه آورد 14 ساله بود. نه خانه و در و نه شوهرم رو پرتفتم. با هر دویشم مناسبتی خوب نمودم. چه علاج؟ پس از سالها شوهرم از دنیا گذشت. بعد از آن من باشم از غمی او فلج شدم. مرا باشد صالحه نگاه و بین کرد دخترم. نه در این دنیا و نه در آن دنیا من حقی او را داده نمیتوانم. خدا از او راضی باشد. چیکار میکنی؟ زن دویم گرفتنی مرد برای زن دشوار است دخترم. با مرور زمان در بینتان یک دیگر فهمی پیدا شده. مناسبتتان خوب میشود. اگر نصیب چنین باشد راضی میشوی دخترم. چاره دیگر نداری. هرگز به این راضی نمیشوم. من اصلا مثل شما زندگی کرده نمیتوانم. شوهرم رو با کسی دیگر دیدن نمیخوام. تو به مثل ما شو نمیگویم. لیکن اگر شوهرت همسر دویم گرفت و تقدیر تن داده زندگی میکنی علاج دیگر نداری. اپا من به هوای تازه میبرایم.
تو همین جا ایست و من رفته خمیر گیرم. یگان چیز پخته خوریم، گروس نمونده. شما ایستید، من رفته میارم. نه تو به خونه رفته چای تیار کن، من رفته میارم. مایلش بیا رفتیم اکنون. در رو کوفته نیست، کسی در خانه نیست. تو کاری خودت را کن. شما در نزد خانه من چیکار میکنید؟ کنی روید از اینجا؟ من به خانه‌ات کار ندارم. در کجا بودن خانم موسیه رو میدونی؟ در کجا بودنش رو من کجا میدونم؟ روید از اینجا. آدم بر این سوال دادم، پاسخی درسته. مامان نگر، کنی تفشو از اینجا. نباشد همه پالیسا را جغ میزنم. کنی تفشو. سنده برو نکشی. کنی دست را گیر. خوب است عرفان. این آدمان از تو چی خواستن؟ کنی به اینجا بیاید. زور باشد نگریزید. خاله تو بم رو میدید؟ مرحمت گیر. کنی بچه ها به اینجا بیایید. و این عکس نگاه کنید. همین زن را در یگان جا ندیده؟ نه ندیده. تو چی؟ ندیده. من او را دیدم. انا در آنجاست. آفرین. تو رفته خانم اوسیه را بیار. مایلش. خانم اوسیه برای بردنتون اومدیم. الو سردارم، من صالح. مرا برای جاسوسی کردن زنی بشر وظیفه دار نموده بودید. به من گوش کنید. بشر آسیه را به زنی گرفته بوده است. همسری خودش از این خبردار شده از خانه برآمده رفته است. شاید سردار دانستن میخواهد گفته به شما خبر دادم. بسیار نقص. با همسری سمیر خانه دار شدن را خواهد دید آقای بشر. خانم آسیه را به نزد ما میاری. آسیه را میخواهیم. دوان آسیه را گرفته به نزد ما میارند. اطاعت حتما میارم اکا. حالایی است عرفان، حالایی است. یگان روز به دستم میافتد او، لیکن خدا میداند که. آرام شو. به این همه هوا خنک است. الو چیکار کردید؟ او را یافتید؟ خیلی خوب. صالح در کجاست؟ میلش شما به خونه روید، ما نیز آمده ایستادیم. خانم آسیه را یافته چنگیز؟ خیلی خوب شد، وگرنه از خونه که قریب چخ میشدم. چنین میبینی؟ کریم تو رو فراموش کرده است. او همراه من خوشبخت است. تو نیز اکنون او رو فراموش کن. کاش زحمت کشیده تا با اینجا نمی اومدی. اگر ذره نرم و ناموس داشته باشی ما رو به حالمون میگذاری. اکنون عشق تو در قلبم برد کریم.
حمدی این دو ابلق کجا شدن؟ به آنها زنگ زن. خوب شده سردار. اکای حمدی چی شد؟ تو چی شد؟ خانم آسیه در کجاست؟ خانم آسیه رسیل با آسیه چی شد؟ گپ زن با آسیه چی شد؟ سردار ساله آدمی سمیر بوده است. خانم آسیه را گریزاندند. همراه یک کسی دیگر مرا لطوکوب کرده از من خواستند که این خبر را به شما رسانم. به جای همسرتان آسیه را میخواهد. خدا جزایش را دهد. سردار زنگ میزنم. سردار به من گوش کن. اگر به آسیه ضرر میرسانی بشر مرا نجاته. آسیه جانکم نترس. بشر این آدمان مرا دزدیدند. به جای من آسیه رو میخواستند. بشر من خیلی میترسم مرا نجات ده. میلش جانکم کاری از دستم آمده را میکنم. تو را نجات میدیم. هر چیزی میخوان همان راتون بشر مرا نجات ده. التجا میکنم. همسرت رو شنیدی بشر قراتای؟ آسیه رو در حال به نزد من فرست. وقتت کم ماند. سمیر به من گوش کن. الو سمیر. بالا زند. حمدی آدمان رو جمع کن. بعد به ملازم زن. گوی که یکی از دخترانی در خانهش بوده رو به جای آسیه استفاده میبریم. به من نگه آسیه را نگرفته هرگز به اینجا بر نگردید. خاطر نشوید سردار. زود باش. چیکار میکنی؟ بعد این کارو میکنی بیا. من کار دارم مرا منتظر نشو. چطور منتظر نشوم؟ ببخش خطا گفتم. تو مرا اصلا منتظر نشو. گوش کن. من به خاطر کودک با تو خانه دار شدم. لیکن ما هرگز زن و شوهر حقیقی شده نمیتوانیم. این رو از خاطر نبرار. به نزد او میروی؟ باز به نزد آسیا میروی؟ کریم نرو. تو نیست شنیدی؟ به جای آسیه تو رو از من خواستن. بله شنیدم. مرا دهید. خوش میکنم مرا دهید. بگذار خانم آسیه به خانه برگردد. تو را به هیچ کس نمیدیم. تو از منی. نه زنده و نه مردت را نمیدیم. اکا یک مشکلی برآمد. مولو در خونه دختر نیست گفت. همه‌شون را با وظیفه مخصوص فرستاده است. این تر باشد با آشخانه رفته. ملیکه را آماده کنید. زود باشید. خوب شده سردار. مورد ذکر است که همه داروهای در انبار بوده رو با ماشین بر کرده دختر رو در زیر قوطی‌های دارویی پنهان میکنم. فهمیدم. زود از پس کار شو. التجا میکنم مرا فرستید. از برای من شده نمیخوام باز جون یک کسی دیگر به بلا گرفتار شود. به تو گفتم هم خودت هم جسدت از من است. فهمیدی؟
سردارم. بیا ابراهیم بیا مسابقه میکنیم. سردارم مرا برای همین به اینجا جه زدی. چی ترسیدی ابراهیم؟ نه نترسیدم، لیکن امروز شما توی داشتید. درسی تیرپرانی آموزاندهتان مرا حیران بود سردارم. روزی توی بوده است. بهترش تو آن رو جنازه بگو. سردارم برای چی؟ زود باش ابراهیم، پراندن رو سر کن. سردار پیشکی میگویم که من مثل شما نشانزن ماهر نیستم. حالا میبینی. اول شما سردارم. بگذار گفتی تو شود. نتوانستم. 1-0. بخشش ابراهیم، خودم رو داشته نتوانستم. نه سردار، مهم نیست و گویا روزی جنازه اتان باشد. امروز در سند عقد نکاح امضا گذاشتم، گویا به قرار مرگم امضا گذاشتم. طاقت دیدن روی مهر را ندارم. به او نگرم، آسیه به یادم میآید. سردار، آسیه را دوست می‌دارید. رفته با مهر اویله دار میشوید. کارتون را دوست می‌دارید. پرتافتن می‌خواهید. بعضن از خودم میپرسم که کی نوبتی من میرسیده باشد. اقرب دو گوش میکند. در سرحد تفتیشات میگذرانیم. برای اینجا آمدن شما شرط است. سردارم شما با کجا میروید؟ دیر نکنیم ابراهیم. لیکن سردارم امروز برای شما استراحت است. با سوال داده جواب گرفتن میخواهی ابراهیم؟ ما در خدمت وطن باشیم. امروز برای من تعطیل است بگویی. از من جوابی خوب میگیری ابراهیم. راه گرد. حالا هم داروها رو بار نکردید. کامان زودتر بار کنید آخر. دختر در کجاست؟ در درون است؟ بله در درون است. دختر را خوب پنهان کنید تا در سرحد او را نیابند. زودتر باشه. چنگیز، خونه رو به تو امانت میسپارم. میلش. حمدی، لبای سردار، همه چیز آماده است؟ بچه ها داروها رو بر کردن. ملیکه رو هم با ماشین بر کرده به راه میبرایم. نه، به من نگر. به آسیه ضرر نمیرسد، دانسته باش. شما خواطر نشوید سردار، من همه‌اش رو حل میکنم. حمدی، به تو باوری دارم. رفته دختر رو از آخر بیار. کنی خیز خراک ماهی، به شکاری نهنگ میرویم. بچه ها سوار شوید میرویم. سردار، نمیخواهم خطا کنی، دانسته باش. خاطر نشوید. رفتیم.
ماشین‌ها میآیند. آماده شوید. کافتوکاب نمایید. در کجایی کریم؟ بردار تلفنت رو، بردار. او آدمی بشر است. اینها باز یگان نقشه در سر دارند. حجت‌هایشان را دید. ماشین پر از دارو سردارم. حجت‌هایش هم درست است سردارم. راه را گشایید. میتوانید روید. خالی است. بی‌ناموس‌ها. کی می‌داند که باز چیکار کردن می‌خواهند؟ بی‌طاقتی نکن. کی‌ها با سرحد را گذاشتین. مرا مجبور نکن که به نزدت آیم. آسیا؟ 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 آسیا! سر و مینم را خوردی. تیق 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 تیق. شیطان میگوید ماشین من کنو رفته دهان و بینیش را شکن. آسیا؟ کریم تو در اینجا چیکار میکنی؟ تو خودت در اینجا چیکار میکنی؟ به سوالم جواب ده. چی شد؟ بشر اکنون تو را در کارهای افلاس استفاده میبرد. خانم آسیه را گریزانده.
آقای بشر اگر مرا دهد خانم آسیه را پس گرفته میتواند. خدایا اینها باز از کجا پیدا شدند؟ چرا ایستادند؟ السلام علیکم. و علیکم السلام. و برادران سوریگی من دور آوردیم، یگان نیتی بد نداری. تو این دروغ‌هایت را رفته با آدمانت بگو. من به این گونه دروغ‌ها فریفته نمیشوم. آقای بشر به من زنگ زدند. او به من خدمت زیادی کرده است. یراق‌هایمان را با خود آوردیم. به نزد شیخ سمیر ما هر دو همراه می رویم. فهما؟ سلامت باش. بسیار خوب، رفتیم. خدا شکر که نجات یافتیم. مادامی که همسری آقای بشر هستی، چرا تو را به کام این آتش پرتافت؟ تو به همسری آقای بشر چی کار داری؟ تو بهترش رفته همسری خودت را صاحبه کن. صاحبی کردم. ما از نکاح گذشتیم. بله، خیلی خوب او را صاحبه کرده دیدم. با من تکلیف خانه دار شده کرده بود. او را به زنی گرفته. من خبر نداشتم. تو اینها را از کجا میدونی؟ هیچ گپ نی. این دیگر هیچ اهمیتی ندارد. از این پس تو و همسرت هر کاری میخواید کردن گیرید. اکنون کاری ندارم. فهمیدی؟ فهمیدم. آسیه به جای تو رفت. جواب ده. ها؟ به جای تو آسیه رفت. بله جناب. او آمده مرا گفت گریخته رو. خودش باشد به جای من رفت. بعدا یک آدم آمده او را برد. او را برایت رویش را دیدن نمیخواهم. آقای بشری، خواهش میکنم این کارو نکنید. گپ رو دراز نمیکنم. آقای حمدی، آسیه را به من ده، همسرت را گرفته بر. باید خانم آسیه را ببینم. اگر به یک طوری مویش ضرر رسیده باشد همتون رو نیست و نابود میکنم. همسرش را بیارید.
چه خیلی که میبینی مهمان نوازیمون مثل شما خوب است. حالا باشد آسیه رو دیدن میخواهم. دختر رو بیار. برای نجاتی من آمدی. نقاب را از رویش گیرید. نقاب را گیرید گفتم. آسیا؟ مرا انتخاب نموده است. بشر مرا انتخاب نموده است. هر دو در یک وقت به سوی یکدیگر قدم میزنند. فهمیدی؟ فهمو. ماشین را بهتون با هیچ کجا نمیروم. آسیا گوش کن. چی کاری نشود از اینجا نمیبری. فهمیدی؟ فهمیدی؟ اگر قیامت قایم هم شود از اینجا نمیبری. آسیا با من وعده دی. آسیا کریم من خیلی میترسم. مبادا با تو یگان حادثه شود چی؟ نترس. همش خوب میشود. نترس. با من وعده دی. با من قول دی. آسیا قبول میدیم. کریم تو نیز به من قول ده. خودت رو احتیاط کن مالش. اگر به تو یگان چیز شود من زیسته نمیتوانم. تو به این هم او رو انتخاب نموده مرا کشتی. آسیا
خدایا التجا میکنم کریم را در پناهت نگه دار. شما با این طرف بزنید. حمدی یاریدین مرا برده ایستادن، مرا رها کنید. خانوم آسیه را اسیر گرفتن. پسرم نزدی موشی روید. نمیروم، بدون نمیروم. دوید تو را زنده نمیگذارم. رفتم موشی رو آماده کن میگریزیم وگرنه از اینجا زنده نمیبرایم. برای نجات شما آمده است. کریم کاش نمی اومد. پسرم خانم آسیه شما چه ها میگوید؟ رومشم پسرم کریم را آنجا تنها نمیگذارم. کریم پسرکم حمدی تو در کجایی؟ آسیه به جای ملیکه رفته است. آسیه را با آنها ندهید. حمدی تو مرا میشنوی؟ خواطر نشوید سردار. هر دویشون صحت و سلامتند. آنها را گرفته آماده ایستادیم. آفرین به تو حمدی. سپاسگزارم سردار. صحت و سلامت آنها را به شما میسپارم. هیچ خواطر نشوید. پسر جانم جانکم کریم Asya bir yanı yıkık bir yanında sevda Kerem yanır koda kor gibi hayat yolunda Öyle işten öyle dedin öyle sevmişler Aşkın ateşinde yanmış yetim gönüller Yetim Aga Asya bir yanı yıkık آسیه
به اجازت من به کجا رفتی؟ التجا میکنم غریب را نجات ده. شما را التجا میکنم، هر چیز خودت میکنم. التجا میکنم. کدام کریم؟ تو چی ها میگویی؟ بشر اوسیا خوب هستی جانکم؟ بشر پسرم رو نجات ده. اینها چه ها گفته ایستادن؟ سردار کریم پنهانی با ماشین سوار شده است. در بین جنگ ماند. پسرم رو نجات ده. بشر پسرم رو نجات ده. میلش لیکن یک شرط دارم. هر چیزی که خواهی میکنم. هم دیگرتان را همچون بخچان قبول میکنی.